بسم الله الرحمن الرحیم. تا چون چیزی را که به ایشان وعده داده می شود ببینند، به زودی خواهند دانست کیست که از لحاظ یاری دهندگان ضعیفتر است و از نگاه عدد کمتر. بگو نمیدانم چیزی یعنی عذابی که به شما وعده داده می شود وقت آن نزدیک است یا پروردگار من برای آن مهلت قرار می دهد، یعنی آن را مدتی به تعویق می اندازد. او که دانای غیب است، پس بر اسرار پنهانی خود هیچ کس را آگاه نمی سازد مگر کسی از رسول را که پسند نماید. پس در این حال از پیش روی و پشت سر او پاسدارانی مقرر می گرداند تا روشن گرداند که آیا واقعا پیامهای پروردگار خیش را رسانده اند و به آنچه پیرامونشان قرار دارد احاطه دارد و همه چیز را از روی شمارش احصایه گرفته است.